سلام دوستان، خسته نباشید. خوبید؟ اینجا تو این گاوداری تو این منطقه که بیایی به اینجا بهش میگن جای درست کردن خوراک. اینا فیلرهای خوراکن و خدا خیرتون بده. و این ورم منطقه گاواه. سلام علیکم. سلام علیکم. فیلره اینجا میره، اینا میرن کنسانتره، میرن بره تو طرف گاوا. اینا سیلوه. سیلو میده چیه؟ سیلو یه چیز هستشی گندم درست شده زمانی که گندم نصفا نرسیده و نخامه نرسیده کامل. داخل اون زمان این میچینن خسیل واقعیتش خسیل درست کنن که موقع که میدن به گاو یه جورای شیر گاو بالا. و این گاوایی که میبینید این گاوای مثلا اینجوری هست، اینا گاوایی هستن که عصر شدن. اینا میرن طرف کشتارگاه. بله شیش